با مقصد تیاری به مرحله دوم بازی‌های لیگ ملی فوتبال که میانه‌های ماه آگوست آغاز خواهد شد، تیم‌های شرکت کننده به مشق‌ها آغاز کردند. در این ردیف دسته استقلال در میدان الماسی دو واخوری دوستانه خود را با دوستاهای خیر و کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر برگزار کرده، یکی را مساوی 0-0 و دیگری را با نتیجه 3-0 به نفع خود انجام داد. گزارش ما در این موضوع. دسته استقلال دوشنبه همچون پیشرفت لیگ ملی فوتبال تاجیکستان مشق و تمرین خود را در اردوگاه اکادمی استقلال در الماسی از روز 8 ایول آغاز کرد. سرمربی دسته مبین ارگاشف 22 نفر بازیگران را به این مشق گرد آورد و 2 نفر بازیگران هیئت دسته جوانان استقلال، محافظتگر نوروزی عبدالرحیم و نیم حمایتگر جمشید مخصوموف را با خود برد. مشق‌ها در یک روز 2 مرتبه صبح و شام گذرانیده شدند. نویگری در نزد دسته استقلال اون است که سابق بازیگری دسته منتخب تاجیکستان عادل ارگاشف با وظیفه کارساز در این دسته من بعد فعالیت می‌کند. ویلر سوزا اولیویرا هم به دسته پیشینه خود برگشته است. الحال صاحب سوان قولوف بازیگری دسته ریوانی آذربایجان بعد توبه یافتن در دسته استقلال و مشق‌ها آغاز کرده است. مقصد من که اول که تیاری دیدم و خود آمدن و قوت گرفتن. خیلی 6 ماه شد من مشق نکردم، حسابی که سلامتی نبود. خود مشق کردستیم و بخیر انشاءالله خدا خواهد ممکن که دسته منتخب تاجیکستان مربیش ممکن بیند، ممکن تحت مالزیا اشتراک کنیم در بازی. خود را خوب حس می‌کنید؟ البته. شما با آذربایجان برگشتنی نیستید؟ شرطنامه‌تون تمام شد؟ تمام، بله. البته با دو هوای مناسب و مشق‌ها و شرایط خوبی میدان ورزشی اکادمی فوتبال استقلال باعث تعریف و توصیف است. گفتن آمد که در این دوام و در مشق‌های اول هفته اولی که در این گذاشتم بسیارتر با حالت جسمانی فوتبال بازان اهمیت دادیم، اونها رو از جهت جسمانی تیار کردیم. بعضی مشق‌های در رفت مشغولیت‌ها اهمیت دادیم با تاکتیک تکنیک بازیگران و در هفته دوم از روی نقشه ما بود بازی داشتیم، بازی رفیقانه با دسته خیر وحدت در سال 18 ماه روان گذشت. صبح بازی با حساب 0-0 انجام یافت. امروز حریف نوبتی ما دسته سیسکا بود و اون مقصد معلومه که ما در نزد بازیگران گذاشتیم از جهت تکنیکی تاکتیکی. البته 100% اونها از اودای کار خود نبرآمدن و خرسندی ورش همین است که البته دسته با غلبه بازی را جنببست کردن. در روزهای آخری تمرین ها یک خرسندی این است و در هیئت دسته تغییرات ها الحال وجود ندارند. اون بازیگرانی که بودن در هیئت در قسم اولی دوره چمپیونات اون بازیگرها در مشغله ها اشتراک دارند بغیر از صاحب سوان قولوف و یگانه بازیگری که در مشق اشتراک ندارد این دروازه‌بان لگانر ما از دولت سربیا نیکولا ستوشیچ امروز باید وای با هیئت دسته از مشق‌های که روز 24 آغاز می‌یابند با هیئت دسته همراه می‌شوند. خب دو نفر بازیگر از هیئت تیم نورسان کشور شما به اینجا وارد. هنرنامه اونها چگونه است؟ اونها رو ما با اون مقصد تکلیف کردیم که در وقت تمرین‌ها و هست مشق‌هایی که از جهت شماره بازیگران با ما در کار بودن از همین سبب ما اونها رو تکلیف کردیم و نگفتن هم بود که اونها در هیئت دوم دسته استقلال یکی از بازیگران بهترین میباشند. در آینده ما از اونها امید داریم. از این سبب اونها رو با هیئت اساسی تکلیف کردیم. نگفتن هم بود که از جهت جسمانی تاکتیکی بسیار فهمش خوب دارند. اگر هم خیلی رفتار کردن و مشق کردن آینده ما امید داریم که در هیئت اساسی اونها رو همراه میکنیم. در روزی که گروه ایجادی ما در دره الماسی حضور داشت، فوتبالبازان استقلال در بازی تجربوی خود بر دسته کلوب مرکزی حربی ورزش پامیر با نتیجه 3-0 پیروز شده این غلبه را به محافظتگری دسته سیاوش اساروف که در این روز داشت تحفه کردند. الحال فدراسیون فوتبال روزی آغاز مرحله دوم بازی‌ها را در لیگ ملی فوتبال اعلام کرده است. دسته استقلال با آمادگی کامل برای نائل شدن به مدال‌های طلایی چمپیونات امسال با تیاری پخته به میدان خواهد آمد. برای بازیگران این تیم که اکثرشان به تیم ملی کشور می‌پیوندند، روز 8 آگوست در ورزشگاه مرکزی پایتخت در مصاف تیم ملی مالزیا به میدان خواهند آمد.